کتاب صحیح مسلم باب 16 حب رسول الله بیشتر از والدین و فرزندان وجوبش است. میریم بر روایت چندم، روایت شماره 69 کتاب صحیح مسلم. ببینیم که پیامبر اسلام در وصف خودش چی جفنگی را گفته. روایت 69 کتاب صحیح مسلم. از انس روایت است که گفت رسول الله فرمود هیچ یک از شما ایمانش کامل نمی شود مگر این که من نزد او از پدر و فرزندش و همه مردم محبوب تر باش. یعنی معیار محبوب شدن فرد، معیار مؤمن شدن فرد نزد دیگران چی است؟ این که محمد را از ننه خود کرده زیادتر دوست داشته باشه. محمد را از دختر خود کرده، از پسر خود کرده زیادتر دوست داشته باشه. همین خودش یکی از منابع است که یعنی چی؟ یعنی به خاطر محبت زن و فرزند و همه چیزتون را بتونین چی کنین؟ فدا کنین. صرف به خاطر محمد، چون محمد چنین هست.